ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 17. مانی بازتابی نور در ظلمات. ابو شکر سلیمی نویسنده سده 11 هجری نوشته است که مانویان آسیای میانه هرچی را که زیبای و جمیل بود نیایش می کردند و در نظر آنان و از دیدگاه عرفانی زیبایی وابسته به جهانی مادی نبوده، وابسته به جهانی روحانی می باشد. وعظ و دعاهای مانی عمیقاً لیریکی و رنگارنگ بوده، با گویش‌های خلقی همراه می باشد. اکثراً آنها از حادثه و پدیده‌های طبیعی، طلوع آفتاب، رعد و برق، آسمانی که با ابر پوشانده شده است، زنده شدن مغچه‌ها در درختان، میسه‌های بارانی بهاری آغاز می شوند. نسبت به این که مذهب مانی ادعای عالمگیری داشت، طوری که ذکر شد عنصرهای جداگانه را از آیین‌های زردشت، عیسی مسیح و بودا به آریت گرفته است. ولی طوری که بسیار محققان به آن اشاره کردند، مذهب مانی فقط ترکیبی ساده و تقلیدی سطحی نبوده، هنر و ذکاوت مانی در آن بوده است که اصول خود را طوری نظم و ترتیب داده است که در هر محیط و جامعه تأثیر بخش می باشد. مانی بدون آگاهی و تیاری ناپخته به ترکیب و تصنیف عنصرهای هندی، نصرانی و ایرانی دست نبرده، آن را با مطالعه و ملاحظه عمیق و کامل و سنجیده انجام داده است. از همین جهت هم تعلیمات او از جنبه‌های محلگرایی، قوم پرستی، تعصب، ملتگرایی و موضوعهای دیگری که اندیشه‌های تفریق اندازی داشته باشند دور می باشد. واقعاً هم مذهب مانی از سده 3 تا 15 همیشه در پیشرفت و گسترش بوده، از نیمکره شمالی اقیانوس اتلانتیک تا اقیانوس آرام را در بر گرفته بود. اساطیر مانوی به دقت فراوان مرتب گردیده، مرکب و پیچیده می باشند، ولی آنها انعکاس کننده مضمون و غایه های اساسی دین مانی هستند. ارتور کریستنسن در اثری معروف خود ایران در زمان ساسانیان مختصری روایت های سوریانی، عربی و سغدی را آورده که طبق آن مانی در باب مبدأ آفرینش چنین می گفت: در آغاز 2 اصل یا جوهر وجود داشته است، یکی نیک و دیگری بد. خدا و هیولا ماده، روشنایی و تاریکی. نخستین پدری بزرگ زروان بوده است. او در عرض نور قرار داشته سروری نور است و صاحب 5 مقام یا 5 مظهر است که عبارتند از ادراک، عقل، فکر، تأمل، دوربینی و اراده. خدای ظلمت هم 5 عنصر منفی دارد که بنا به یک عقیده باستانی بین النهرین بالای هم قرار داشته و 5 عالم ظلمات را تشکیل می دادند که عبارتند از دود، آتشی سوزاننده، بادی هلاکت آور، آبی گلالود
و ظلمات. مانی می گوید قلمروی این دو خالق از یک جای به هم پیوسته و از سه طرفی دیگر بیکران است. پادشاه ظلمات چون نور را مشاهده کرد با تمام قوه‌اش به آن حمله‌ور گردید. پدری بزرگ برای دفاع کشوری خود نخستین مخلوق را آفرید که مادری زندگی نامیده می شود. و در نوبت خود انسانی نخستین را که هرمزد نیز می خوانند از خود به وجود آورد. چون عددی 3 مثل 7 رقم مقدس است، پدری بزرگ، مادری زندگی و انسانی نخستین تثلیث یا سیگانه اولی می باشند. انسانی نخستین باشد 5 فرزند آفرید که 5 عنصر روشنایی یا نورانی در مقابل 5 عنصر ظلمات هستند. آنها چنینند: پاکی، بی‌آلایشی، نسیم، روشنایی، آب و آتشی پاک کننده که آنها را 5 امشاسپند نام کردند. در دین زردشت امشاسپندان اولین یاوران اهورامزدا همچون آفریده های مقدسی او در اداره جهان است. آنگاه انسانی نخستین آن 5 عنصر را چون زره به تن بسته به جنگ بر ضد پادشاه ظلمات که او نیز خود را با 5 عنصر ظلمانی مسلح کرده بود رهسپار گردید. چون انسانی نخستین دشمن را بسیار زورمند و مسلح دید، فرزندان خویش عنصرهای نورانی را به او تسلیم کرد تا فرو برد. موافق تعلیمات مانی تا زمانی از جانب پادشاه ظلمت فرو برده شدن عنصرهای نورانی که جهان روشنایی و ظلمات از هم کاملا جدا بودند منسوب به زمانی گذشته می باشد. از لحظه‌ای از جانب پادشاه ظلمات فرو برده شدن عنصرهای نورانی و آمیخته گردیدن آنها با عنصرهای ظلمانی زمان حاضر آغاز می شود. هدف و مرام مرحله دوم جدا کردن نور از ظلمات و به حالت ابتدایی برگردانیدن جهان می باشد که مرحله 3 است. دوامی مبدأ آفرینش مانی چنین است: انسانی نخستین که اسیر و افتاده و خسته و رنجور شده بود 7 بار پدری بزرگ را به یاری دعوت کرد. پدر برای نجات او به آفرینش دیگر آغاز کرد. دوستی روشنایی نریصف ظاهر شده، او در نوبت خود بانی اعظم بنیادکاری بزرگ را پدید آورد. وی نیز روح زنده یا روح الحیات را آفرید. روح زنده 5 فرزند آورد: زینت شکوه، پادشاهی شرافت، آدمی نورانی، پادشاهی افتخار و حامل. وی همراهی 5 فرزندی خود به طبقه های تاریکی روان گردید و فریادی چون شمشیری برنده برآورد و دیر نگذشته انسانی نخستین را نجات داد. روح زنده به فرزندان فرمان داد که تمامی باشندگان جهان تاریکی را نابود کنند و پوستشان را برکنند. مادری حیات از پوست آنان آسمان ها ساخته جسد آنان را به زمینی تاریک پرتافت. از گوشت آنها خاک و از استخوان‌هایشان کوه‌ها ساخته شد. عالمی که از جسدهای پلید دیوان ساخته شد عبارت از 10 فلک و 8 زمین می باشد. زینت شکوه افلاک را در بالا نگاه می دارد
و حامیل زمین را بر دوش خود برداشته است. با وجود آنکه انسان نخستین هرمزد از اسارت دیوان آزاد گردیده دیوان شکست خوردند، بخشی از روشنایی فرزندان نورانی او که از جانب دیوان فرو برده شده بودند در جسم دیوان زنده باقی ماند. آنها نمی خواستند آن نوری را که خورده بودند پس بدهند. ادامه اسطوره آفرینش مانی. روح زنده هیئت فریبنده خود را به فرزندان ظلمت نشان داده در آنها هوس‌های شهوانی برمی انگیزد. به این وسیله بخش از روشنایی که دیوان فرو برده بودند رها می شود. وی از این ذره ها آفتاب، ماه، ستارگان را می آفریند. سپس از هوا، آب و آتش 3 چرخ ساخته در بالا قرار می دهد تا زهری باشندگان ظلمت به موجودات الهی فرو نریزد. پدر بزرگ برای محافظت کامل پیامبری را که گاه خدای عالم نور، گاه نریسه و به لهجه زبان سغدی ایزید مهر میتر نامیده می شود آفرید. با خلق شدن او سلسله خدایان هفتگانه تکمیل می گردد که به 7 امشاسپند دینی مزدیسنا شباهت دارد. از پیامبر 12 دختر به وجود می آید: سلطنت، حکومت، نصرت، اعتقاد، طهارت، حقیقت، ایمان، صبر، صدق، احسان، عدل و نور. پیامبر در آفتاب قرار داشته سفینه های روشنایی را به حرکت می آورد. ذره های نور که در جریان زندگی از ماده رهایی می یابند به واسطه ستون شکوه به سفینه ها انتقال می یابند. ستاره ها، خورشید، ماه و برج ها دستگاهی هستند که عمل آنها بیرون آوردن ذره های نور و روشنایی از میان تاریکی و ظلمت و انتقال آنها به فلک روشنایی است. بانی اعظم زندان برای دیوان می سازد. همینطور حرکت دائمی و منتظم جهان آغاز می گردد. سپس پیامبر تجربه را که پیشتر روح زنده کرده بود تکرار می کند. یعنی هیئت زیبای خود را به دیوان و باشندگان ظلمت که در بالای آسمان به زنجیر بسته شده اند نشان می دهد. طوری که به دیوان نر خود را به صورت زنی زیبا نشان می دهد و به دیوان ماده در شکل جوانی ظریف جلوگر می سازد. مانی بازتاب نور در ظلمات. دیوان در عین جوش شهوانی ذره های روشنایی را که فرو برده بودند به زیر انداخته در همان حال گناه هم به زمین می ریزد. قسمی از این ماده به جای نم افتاده از آن افریت پیدا می شود و آدمی نورانی او را مغلوب می سازد. نیمی دیگری آن مواد به خشکی افتاده از آن 5 درخت به وجود می آید که سرچشمه همه رستنی های عالم است. از روی تعلیمات مانویه حیوانات و نباتات از دیوانی پرید به وجود آمده است
سپس دو عفریت نر و ماده به خاطر به دست آوردن ذره های روشنایی دیوانی دیگر را فرو می برند. از آنها اول پسری به نام گهمرد. در اوستا گهمرد در شکل گیامریتانا، جسمی مردنی آمده است، و دختری با نام مردیانک به وجود می آیند که پدر و مادر انسانیت حساب می شوند. از روی تعلیمات معنویه انسان از نژاد عفریت است. مخصوصاً در گهمرد ذره های بیشتری نور که دیوان نگاه داشته بودند جمع می گردد. آنگاه انسانی نورانی یا عالم عقل تصمیم می گیرد که آدم گهمرد را از خواب بیدار کرده او را از احوال جهان، سرشت او و سرنوشتی که دارد با خبر سازد. و برای اجرای این کار حضرت عیسی را مأمور می کند. در اینجا باید گفت که عیسی آفریده پدر بزرگ نبوده، آفریده یاوران او می باشد. طوری که اشاره شد، از کسمگانیه معنویه چنین برمی آید که انسان زاده دیو و عفریت بوده. جسم او تاریک و پرگناه است. یگانه عنصر پاک خداوندی پاره روشنایی است که روح او می باشد. مانی شرایط کنونی زندگی انسان را که عالمی پر از عذاب، ظلم، دروغ، بدی، بندگی و غلامی دردناک و غیر قابل تحمل است تصویر کرده راه نجات او را نشان می دهد. موافق گفته او، در نتیجه آمیخته شدن فرزندان هرمز با دیوان و عناصر روشن و مقدس با عالم ظلمت و تاریکی، در اطراف نسل آدم غبار و تیرگی پدید آمده است. روان انسان یعنی اصل او از خداوند بوده. آن پاک و بی غبار و بی آلایش است. فقط آمیزش با عالم ظلمت وی را به چنین حالت آورده است. همین که این غبار و جهل پراکنده شود، انسان به حال پیشتره خود بازگشته روشنایی از تاریکی جدا می گردد و مرحله سیوم و آخرین آغاز می شود. روح اصل آدمی بوده، همان روشنایی است که هنگام آمیزش نور و ظلمت پدید آمده در بدن انسان محبوس گردیده است. تن آدمی سرچشمه بدی ها بوده، انسان را وادار به میل و خواهش ها می کند. چون منشأ و اصل آدمی روح از آن خداست. وقتی وی راه زندگی خود را به پایان می رساند، این اصل باید به خداوند بازگردد. برای بازگشت وی باید در جهان طور زندگی کند که شایسته پیوستن به اصل خود یعنی خدا باشد. موافق معلومات مانی، انسان به آرزوی خود فقط با دو راه رسیده می تواند: با پاکی نفس و معرفت. در هر جسم و اشیای جهان ذره از روشنایی موجود است. در انسان آن روح بوده. روح در جسم است. جسم باشد همیشه اسیر هوای و هوس هاست. چون روح پاره روشنایی خداوندی است، در حبس جسم آلوده و گناهکار بوده، همیشه در عذاب و شکنجه است. روح باشد در آن صورت آزاد شده می تواند که از قید میل و خواهش نفس برآید. از این جهت زهد، تقوا
دور شدن از طلبات دنیا و نگهداری خود از تمایلات دنیوی، خاموش کردن طلبات نفس انسان را به خود آگاهی و خودشناسی نزدیک کرده، راه را برای رسیدن به اصل خود پاک و مصفا می گرداند. این عقیده مانی رنگ یأس و نومیدی دارد. او جهان را وادی اشک و خون و آدم را مرغی آشیان گم کرده می دانست که با اسارت و سرگردانی و بی خانمانی محکوم است. این تعلیمات کاملا مخالف تعلیمات دینی مزد یسنا می باشد. نور از ظلمت، جدایی زندگی از مرگ و جدایی آبی زنده از آبی برجامانده مرداب است. مقصد مانی از اصطلاح آبی زنده که در نوشته هایش بارها به کار برده است، همان آبی مینویی یا آبی روحانی است که باعث پاکی روح و جان آدمی می شود. استفاده اصطلاح آبی زنده در تعلیمات مانی تابش استعاری داشته، استعاره گناستیکی برای پاکسازی روح و نوری در زندان بوده است. اصطلاح زنده در تعلیمات مانی مقامی مخصوص داشته و کیش خود را دینی زنده و انجیل خود را انجیل زنده نامیده است. مانویان باشند پیامبری خود را زندگر لقب داده، چون این تصور می کردند که به واسطه کلام زنده او آنها خود را شناخته عارف می شوند. از آن چنین خلاصه کردن ممکن است که عرفان مانوی برای خود آگاهی و خودشناسی انسان در ابتدا یک اندازه عرفانی مترقی و روشنگر بود. عرفانی که انسان را از حقیقت و از شخصیت خیش آگاه می کرد و تأکید می ساخت این انسانها در این جهان آمیخته ثواب و گناه اسیر می باشند و باید خود را از چنگ ظلمت برهانند. در دین مانی اشاره های به تناسخ یا انتقال روح انسانی گناهکار به انسانهای دیگر و حیوانات و پرنده به مشاهده می رسد که از دین بودایی گرفته شده است. در عرفان مانوی نخستین شرط خودشناسی انسان معرفت است. با عقیده او اگر ما کوشش کنیم مثل امروز روحمان را از ناپاکی جسم و قید تمایلات مادی نگاه داریم، مانند آن است که خودمان را محکوم به زندگی دوباره کرده باشیم.
از نو به دنیا بیاییم و در جسمهای مختلف مرتباً تغییر قالب دهیم. چون عنصرها، اشیا، نباتات، حیوانات و بشر اسیر تمایلات دنیوی و روح در زیر فشار شدید این ناپاکی ها قرار گرفته است، جهان به صلیب شباهت پیدا کرده است که روی آن نور یا روح زنده عذاب طاقت فرسا را تحمل می نماید. مانی همه کارهایی که باعث رنج نور می شود به سه تقسیم کرده آنها را دستور یا ممنوعات سیگانه نامیده است. این ممنوعات عبارتند از خودداری کردن از گناه به واسطه زبان، ب خودداری کردن از گناه به واسطه دست و خودداری کردن از گناه به واسطه قلب. مانی بازتاب نور در ظلمات. یکی از راه‌های رسیدن روح به اصل خود روشن کردن اسرار وجود انسان است. این مسئله نقطه مرکزی معرفت و خودشناسی انسان می باشد. اسرار وجود انسان در طبیعت است. به هر اندازه که او برای درک محیط ما حول کوشش نماید، در کشف اسرار آن تلاش کند، بیش از پیش از اسرار وجود خود آگاه خواهد شد. این جهت تعلیمات مانی شکل‌های ارتجاعی معرفت دینی و خرافات را انکار نموده، معرفت حسی و عقلی را معرفت یگانه درست جهانی حساب می کند. راه دومی که مانی برای رسیدن به این هدف، یعنی جدایی نور و ظلمت نشان می دهد، پاکی و پارسایی هر فرد است. نسبت به این که اصل و منشأ خداوندی نور است و فقط تن با ظلمت آمیخته است، هر فرد باید از گناه کنارگیری کرده جسم خود را از آلودگی نگاه دارد. مانی راه‌های پاک کردن و پاک نگاه داشتن جسم را از آلودگی در حکم‌های دهگانه خود نشان داده است. این حکم‌ها چنینند: منع بتپرستی، پرهیز از دروغگویی، همیشه خوشبین بودن به زندگی، پرهیز از هر گونه کشتار، حرام بودن کارهای جنسی، منع دزدی، پرهیز از فکر و عقیده های بد، حرام بودن ساحری و جادوگری، ضرر شک و شبهه و پرهیز از بیکاری. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه حکایت آورده است که به بعض خصوصیت‌های دیگری مذهب مانی روشنی می اندازد. و ذبح حیوانات و آزار آتش، آب و نباتاتها حرام نموده. قواعد و نوامیس وضع کرده که صدیقان برگزیدگان که ابراه و زهاد مانویند بر خود فرض و واجب می دانند و این نوامیس از این قرار است: احترام درویشان، از میان بردن حرص و شهوت، کنارگیری از دنیا، اتصال روزه به روزه دیگر. شما گفتاری 17 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.